زخ کش پاندا کش زخ شریکانش رو به نانشته دعوت میکند. زودتر جون با کجا میرویم؟ به نزد حرف خوراک. رفتیم زرگوشک. حرف نو رو میآموزیم، انا بعد زنبوروغ میچینیم. رفتیم. ما نباید با درس دیر کنیم. رفتیم. حاضر حرف خوراک. انا من با تو حرف میدیم. انا حاضر کنی خوش ر آفرین. زودتر دو انا رسیدیم. سلام پومیدانا. سلام حرف خوراک. اوهو شما مرا امروز خیلی خرسند کردید. ما در وقتش به درس آمدید. تشکر بوم. ما کوشش کردیم که در وقتش رسیده آییم. بابایم همه وقت میگفتند که درمانی کاری تنبلان و بیکار خوجه ها هست. زرگوشکی دانا باید همیشه پیش صف باشد. راست میگویی زرگوشک. من هم در وقتش آمدم. پاندایی با دابم. آفرین به شما. پاندا لبای با تو چی شد؟ پریشان حال میتابی؟ مگر از یگان چیز ترسیدی؟ نه. بوم. پاندا از قرقری زخ ترسید. ما امروز کدام حرف را میخوانیم؟ زرگوشک من به حرف خوراک یک چند تا حرف های خورانیدم. ر عرست دندان دارد. حاضر کنی انا دوستم حاضر کنی انا ر همین است. کنی به حرف خوراک خوران گوش کن. ر میگوید یا نه؟ انا دوستم کنی من خطا کردم. بوم تو خودت به من نشان ده. حاضر من با تو نشان میدهم. با دقت نگاه کن. کنی من زرگوشک. حاضر میفهمیم. کنی خوش چی شد؟ ر حرف خوراک. باز یک باری دیگر آوازی ر را تلفظ کن. دوستان شما حرفی ر رو آموختید؟ بله آموختیم. دانستید چه شکل داشته است؟ بله. اکنون هیجا میسازیم. مرحمت. کنی آنا انا حرف خوراک دوستم بخور و بگو چی شد. را حاضر یعنی باز آنا حرف خوراک انا دوستم. حاضر زرگوشک باز یک حرف دیگر. کنی آنا قدر خوشی. انا حرف خوراک باز حرف. ر را حاضر چی شد دوستم؟ ایستا چی کم شد؟ دوستم اینجا بیا دوستم. چی شد؟ کنی دوستم این مار نیست. این رسمانی رنگ است. نترس دوستم. در حقیقت
رسمان بود است. ها دوستم رسمانی رنگا. خری بود که زبانم را فرو برم. نه ترس زرگوشک. بابایم همیشه ما را تاکید میکرد که از مار و خزنده ها احتیاط کنیم. پاندا لابای. اگر ما را دیدی زود گریز وگرنه میگسد. ها مایلش. بابایت درست میگوید زرگوشک. دوستان اناکنون به حرف خورک حرفهای خورانید که مور تلفظ کند. من میخورم. مایلش. من میخورم. حاضر. انا دوستم حرف خوراک. انا دوستم کنی. انا باز یک حرفی دیگر دوستم. او انا دوستم. ما او ر مور 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 آ ر ر آ آرا آرا اورا من کلمه آرا ساختم. آرا دو تا ر داشته است. حاضر بوم ممکن است که من کلمه راه سازم. مرحمت. حاضر انا حرف خوراک دوستم. انا بین من با تو حرف آوردم. ر او ه راه من باز کلمه روز هم ساخته میتوانم سازم. مرحمت. حاضر کنی انا دوستم حرف خوراک. نگاه کن چقدر حرفی خوش رو آوردم. انا ر او ز روز باز کلمه روز ساختم. حاضر من کلمه شب میسازم. حاضر انا حاضر انا دوستم حرف خوراک. انا حاضر باز یک حرف دیگر میارم. حاضر او انا دوستم. انا این را هم گیر. کنی ش آ ب شب من کلمه شب ساختم. من هیچ چیز را نمیبینم. ما در شب هم دیده میتوانم. زرگوشک. حاضر من کلمه روز میسازم. ر او ز روز وای میترسم. آرام زرگوشک آرام. بیا کمک کنم. برخیز زرگوشک برخیز. کنی آهسته. دوستم من دیگر کلمه نمیسازم. نه زرگوشک میسازیم. ما باید جسور و دلیر باشیم. خیر شد دوستان. همه ترسیدیم همه خندیدیم. اناکنون من با شما یک حکایچه میخونم. وای حکایچه عجایب. هم حرف میآموزیم کلمه میسازیم هم حکایچه عجایب گوش میکنیم. من راضی. در این حکایچه حرفی ار خیلی بسیارم. باز در حکایچه حرفهای نو نیز میآموزیم. شما راضی هستید دوستان؟ من راضی. من هم راضی. خب پاندا لبای تو باره هم کلمه زودروز رو شنیده ای؟ ها شنیدم لیکن معنایش را نمیدونم. انا من میدانم. زودروز در یک سال یک بار می شود و آن را جشن میگیرند.
ها من هم هر سال زادروزم رو جشن میگیرم. بابایم میگوید که تولدت مبارک. پاندا، لابای این طور که باشد در زادروز نوبتیت ما رو هم دعوت کن. البته دعوت میکنم، البته. آفرین پاندا. زرگوشک، لابای، تو باره هم کلمه رنگین کمان رو شنیدگی هستی؟ رنگین کمان، رنگین کمان. در یادم آمد. کمان رنگین است. ای بوم مگر کمان رنگین میشود؟ البته که نه دوستون. رنگین کمان این کمان رنگین نیست. این یک حادثه طبیعت می باشد که در وقت باریدن باران پیدا می شود و یک مدت معین در آسمان نمودار شده می ایستد. وای 7 رنگ زیبا دارد. ها من تماشا کردن رنگین کمان را خیلی و خیلی دوست می‌دارم. من باشم رسمش را خیلی زیبا میکشم. آفرین دوستان، آفرین. بچه ها شما هم فهمیدید رنگین کمان چی معنی داشته است؟ آفرین دوستان، اکنون شما فهمیدید که کلمه زادروز و رنگین کمان چی معنا دارد. فهمیدیم. این طور که باشد من حکایتچه رو میخونم، شما با دقت گوش کنید. حاضر. رستم و رامیش رفیقند. رامیش در زادروز رستم قلم‌های رنگه تحفه کرد. رستم رسام است. روز دیگر رستم رسمی رنگین کمان کشید. رسم بر رامیش محقول شد. رستم پرسید: رامیش رنگین کمان چند رنگ دارد؟ 7 رنگ، جواب داد رامیش. کدام رنگ ها؟ سرخ و نارنجی، زرد و سبز، کبود و نیلابی و بنفش. آفرین رامیش، تعریف کرد رستم. رنگ های رنگین کمان را با ترتیبشان نامبر کردی. واه! در این حکایه 42 تا حرفی ار بوداسته. زرگوشک، تو دیروز نگفته بودی که تاسی حساب کرده میتوانی ها؟ بله، لیکن دیروز پس از خوراک شام از برادرم خواهش کردم که تا 50 حساب کردن را به من آموزد. اکنون من تا 50 حساب کردن میتوانم. خیلی نقص. من هم از برادرم خواهش میکنم که تا 50 شمردن را یاد دهد. احسن پاندا، فکری خوب است. حکایه به شما محقول شد؟ ها؟ بله معقول شد. پاندا، لبای من در زادروزت با مانندی رامیش قلم های رنگه تحفه میکنم. من اکنون تا سال دیگر به صبرانه زادروزم را انتظار بشوم. من زنبروخ میچینم، انا بعد به خانه هم میروم. سرگوشک، من به تو کمک میرسونم. این طور که باشد پگاه من شما را به زنبروخ بریان دعوت میکنم. من راضی، من هم می آیم. بوم لبای من با حرفی ار یک سرود خوانم ممکن؟ مرحمت. حاضر. رفتم راهی دورا دور، یار یار یارانه، آمدم از راهی دور، یار یار یارانه. بوم لبای زرگوشک. من هم یک چیز گویم. مرحمت. به حرفی ار رنگ انگ می شده است. درست، آفرین. عجب روزی خوشی بود. دوستانم ببخشید که شب خوراندم و همه جا را تاریک کردم. هیچ گپ نه پاندا. تو باید پیش از شب خورانیدن ما را آگاه میکردی. من بعد آگاه میکنم. آفرین به تو. دوستان شما با حرفی ار شناس شدید؟ بله شناس شدیم. آفرین. بچه های عزیز شما هم با حرفی ار شناس شدید؟ آفرین. این طور که باشد هیجا و کلمه های امروزه آموخته‌تان را در خانه برو تکرار کنید. خیر بچه های عزیز، خیر.